خصوصا در مورد همین مقصد از تجلیل سالگرد استاد حق نظر کبود شما معلومات بدید مقصدتون چی است؟ مقصد از گذراندن همین چورادینی سالهای 60 و 70 این گرگولی سرایی در جمهوری ما بسیار معمول بود برای اینکه بسیار اون وقت ویدیو و دیگر کینو و این چیزا کم بودن این امکانات تکنیکی نبودن همین گرگولی سرایی با ما این سریال هایی که در دیسکو می‌ذارن همیشه یک چیزی وای داشت تأثیری بسیار خوب داشتیم ما در دوره جوانی با مسکی می‌رفتیم در گرگولی گوش می‌کردیم تا ساعت 3-4 شب یک بند یا یک دوستان ناتمام میموند و روز دیگه سراغ کردن میگفتیم که یعنی در کدام قشلاق باشه که رفته عاقبت یعنی قهرمانی که در گرگولی هستن با مانند آواز نورالی و شیرالی چه حال شد تقدیر اینا در اون شهر بیگانه انا اینو برای بسیار راست دیگه مقصد از همین چورادینی همین است که اگر همین ژانر دوستان گرگولی سرایی از بین که قریب که نرفته باشدم بسیار با مقدار کم رنگ شده است بنابراین خواستیم که همین ژانر یک زنده کنیم یک مردم بیدار کنیم که همین خیلی چیزا بود وقت هست همین بسیار این یک ژانر عجیب است که این را با یک مقام خاصه گرگولی سرایی رو اجرا میکنن و باوری دارم که من بعد از گذراندن این چورادینی به واسطه تلویزیون این چیز بسیار پروپاگاندا میشه و مردم از چی بودن گرگولی من در نظر دارم نسل جوان بعد این رو سالهای مردمی سالهای 60-70 این چیزا نقد میدونن میگن اگه جوانو درباره گرگولی بعضی من تصورات ندارم برای همین ژانر از زنده کنیم میخواهیم که همین مردم فهمن که هم خیلی چیزا همطوری اپوسای مردمی در مردم ما هست. شما از پدر خود چی میراث برداشتید؟ چی است در خانه شما؟ آیا گرگولی در خانه‌تون صدا میدهد و بچه‌های شما این گرگولی را گوش میکنن؟ بله در خانه ما هست نواروش و سبتاش هست همه ایره فرزندای ما گوش میکنن روزش میشه که تا 2-3 ساعت میشینن از فرزندای حق نظر کبود نفری هست که همین گرگولی میسراید جیانش هست که 6 ماه کلان کرده یه حال گوه رسته یه هفتادن رسته همون سعدالله عبدالله میگن در همین جای در همین نوحیه همون کمکان پیش میگن پدر شما رو بیشتر اهل فرهنگ میشناخت و احتراف هم میکنند زندگی پشت پرده پدر شما چی خیلی بود؟ چی گونه شخصیت بودند در خانه؟ شخصیتی و معرفت بودن و خودشون معلم که بودن تربیت دهنده بودن شو مهربان بود در خانه عزت و آبرو همه چیز داشت یکی فرزند رو